چون این ویدیو رو ببینین. از عبادت نیتوان الله شد، میتوان موسی کلیم الله. میتونین پیغمبر شید، میتونین امام شید، درس بخونید. من خودم که داد میزنم حسرت میخورم که چرا کم درد. استادم ایستاده در کوههای جبل عامر اونجا ریاضت میکشید. یک حدیث از آقا علی بن موسی رضا از کتاب شریف کافی میخونم، ختم میکنم، توضیح هم نمیدم. با ریاضت و درس خوندن امام و پیغمبر بشید. آقا علی بن موسی رضا میفرماید امام یگانه زمان خود است، کسی با او برابر نیست، دانشمندی با او همردیف نیست، جایگزین ندارد، مانند و نظیر ندارد، بدون آنکه خودش در طلب آن باشد. امتیازی است که خدا به او داده. امامت مقامیه که خدا به برگزیدگان خودش میده. هیهات هیهات، خردها دربارش گمراهند، خویشتندارها به بیراهه رفتند، عقلها سرگردانند در مقام امام. شرح یک مقام، یک فضیلتش را نمیتوانند بیان کنند. کلام امام رضاست. اینجاش کجا چنین شخصیتی یافت شود و گمان برند که در غیر خاندان رسول امامی یافت شود؟ به خدا که ضمیرشان به آنها دروغ گفته است. خدا آنها را بکشد. تا کی دروغ میگویند؟ خداوند در قرآن میفرماید شیطان کارشان را در نظرشان بیاراست. این فکریه که شیطان توی ذهن یک مؤمن انقدر آرایشش داد که طرف فکر میکنه با درس خوندن و ریاضت میتونی امام و پیغمبر بشی. استغفرالله. یا علی.